سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. امیدوارم که جور و صحتمند و سر حال باشین. دوستان عزیز، امروز میخواستم یک اکاونت در سایت کنسولر سفارت برزیل در تهران ایجاد بکنم و زمانی که یک اکاونت ها باز شد، اوپن شد، ما بتوانیم که مو اسنادهایی که از ما خواسته میشه داخل اکاونت خود آپلود بکنیم. دوستان و عزیزانی که تا هنوز برای خود اکاونت ایجاد نکرده، این ویدیوی ما را تا آخر بیننده باشد تا بتواند برای خود یک اکاونت ایجاد بکنه. برای ایجاد کردن اکاونت ما اول باید وارد لینک بشیم. داخل این گروه ما در اینجا همون لینک که برای خود اکاونت میسازیم را دارم و این لینک هم ما در داخل دیسکریپشن همین ویدیو میگذارم و دوستانی که علاقمند هستند و یا برای خود اکاونت ایجاد نکرده و میخواید برای خود اکاونت ایجاد بکنه، با کلیک کردن روی همین لینک مستقیم داخل سایت میشه و خوشبختانه از ما صفحه گوشیم اتوماتیک به فارسی تبدیل میشه و دوستانی که گوشیشان به فارسی صفحهشان تبدیل نمیشه، این بالای این گزینه شما کلیک بکنین. این پایین ترنسلیت نشته است و از من این ترنسلیت که میزنم به هر زبانی که خودم بخوایم به همو زبان تبدیل میشه و شما اگر این گزینه را داشت چی خوب میشه به هر زبانی که خودتون راحت بودین به همون زبان تبدیل بکنین. خب دوستان عزیز، برای ایجاد اکاونت ما اول وارد سیستم میشیم. این بالا وارد سیستم. خب دوستان عزیز، داخل سیستم شدیم. اینجا دوستان و عزیزانی که اکاونت برای خود ساختن قبلا، اینجا پست الکترونیک، اینجا امو ایمیل خود نشته میکنه و در کلمه عبور و جایی که اینجا رمزشان میخواید در اینجا اونا امو رمزی که برای اکاونت خود داده اینجا میزنه و داخل اکاونت خود شده میتواند. و دوستان و عزیزانی که میخواید تازه برای خود اکاونت ایجاد بکنه، اینجا من ثبت نام ندارم، اینجا را شما همین گزینه را کلیک میکنین. خب دوستان عزیز، حساب جدید، این شما میخواین یک اکاونت جدید برای خود ایجاد بکنین. اینجا اول همون ایمیل تون نوشته میکنین که من اینجا یک ایمیل نوشته میکنم. خب دوستان عزیز، این فرستادن هم میزنیم که مرحله بعد بریم. خب دوستان عزیز، در مرحله بعد به همین ایمیلی که ما ایمیل خود نوشته کردیم به همین ایمیل یک کد میره که ما باید اون کد در اینجا بزنیم و بعد به گزینه بعدی بریم. میریم داخل ایمیل که آیا کد آمده یا خیر. البته این داخل ایمیل شدیم و البته کد در اینجا میاد دوستا. این اسپم که نشته است، در این اسپم بلاشون کلیک بکنین. تا هنوز برای ما ایمیل نامده، ایمیل جدید یا کد نامده. ما چند دقیقه صبر میکنیم تا بیاید. خب دوستان عزیز، بالاخره کد آمد اینجا و ما کدم اینجاست. اینجا آخر ما این کد کپی میکنیم و میریم در اونجا میزنیم جایی که از ما خواسته بود. در همونجا کد دوباره میزنیم. اینجا کد خب میریم به مرحله بعد. خب دوستان عزیز، اینجا و اینجا یک رمز جدید برای اکاونتتان خواسته که به مو اکاونتی که میسازین یک رمز جدید برشان بدهید. این رمز همیشه باید یادتان باشه دوستان عزیز. و همین را اینجا دوباره تکرار بکنید همین رمزه. و برین به مرحله بعد.
خب دوستان عزیز، اینجا نام و نام خانوادگی را خواسته، به انگلیسی البته نوشته بکنین شما. خب من نام و تخلص نوشته کردم. شما دوستان عزیز نشانی را اینجا نشکلین در کشوری که شما زندگی میکنین و بهتر شما اینجا نام ایران بزنین. من البته به یک دختر خانم ایجاد میکنم و این دختر خانم در افغانستان میباشه و من نشانیش فعلا ایران میزنم، اشکال نداره. و شما هم دوستان عزیز در کشوری که هستین، چون این مربوط به سایت کنسولر سفارت برزیل در تهران میشه، شما نشانی را بهتر ایران بزنین. خب اینجا یک شماره تلفن از ایران میزنین. خب دوستان عزیز دارم شما فعال میکنین و بعد میفرستین. میریم به مرحله جدید. خب دوستان عزیز اکاونت ما ایجاد شد و ما فعلا هیچ سرویس وجود نداره و انشالله هر وقتی که این سرویس و اکاونت ها باز شد و از ما خواسته میشه کدام اسناد ها نیاز است تا ما بتانیم که اینجا آپلود بکنیم و فعلا که هیچ سرویس جدیدی وجود نداره، ما منتظر می باشیم فعلا. خب دوستان عزیز وقتتان بیشتر از این نمیگیرم و همین لینک ما در دسکریپشن ویدیو میگذارم. شما هم با کلیک کردن بالای همین لینک یک اکاونت برای خود ایجاد بکنید. شاد و موفق و پیروز باشین دوستان عزیز.